خود از شهر استراوشان اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در چایخانه چمن‌آرای مرکزی شهر با 110 نفر کودکان یتیم و بی‌پرستار و از عائله‌های کم‌بضاعت تحفه‌های عیدانه نوروزی تقدیم نموده با آنها صحبت صمیمی آراستند. تحفه‌های راهبر دولت از سر و لباس مجموعی بهاری از جمله شیم و کاستیوم، کورتاهای بچگانه و دخترانه، پایافزال، بارانی، همچنین شیرینی، کتاب‌های گوناگون و کمک مالی یک وقته در حجم 1000 سومانی عبارت بود. کودکان از این تحفه که برایشان ارزش مهمی مادی و معنوی دارد با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اظهار منتداری بیان نمودند. با خوب و علاقتی خوانید، زبان‌های خارجی را آموزید، کتاب‌ها خوانید، غیر درس‌های کتاب‌های خوانش درسی کتاب‌های اثرهای بدیعی هم خوانید. از شاعر و نویسنده‌های گذشته و امروزه همان شعرها خوانیدند، اثرهای بدیعی می‌خوانند، کتاب می‌خوانند، سخنران می‌شوند، سخنگو می‌شوند، شعرناکتان وسیع می‌شود، دانشمند می‌شود، آینده جهانبینیتان وسیع می‌شود. بار دیگر نوروز بین‌المللی مبارک باشد. تحفه را گرفتید، ناز خوانید، الان ضیافت اداره برای شما آراسته شده. نوش جانتان. سلامت باشید. باید ذکر نمود که در شهر استراوشان یک عدد مکتب اینترنت برای کودکان یتیم و بی‌پرستار عمل میکند و آن عین زمان 88 نفر کودک را به تربیت و پرستاری فرا گرفته است. از 110 نفر کودکی که صاحب تحفه‌های پیشوای ملت گردیدند، 88 نفرشان باشندگان همین مکتب اینترنت میباشند. امروز من خیلی شدم که در ملاقات پیشوای ملت به واسطه اشتراک دارم. هر یک جوانی سعادتمند در دلش آرزو می‌پرورد که چنین رزی فرح بخش نصیبش گشته باشد. ما کودکان نورسان امروزه افتخار از دولت حقوق بنیاد و استقلال داریم و در احاطه آموزگاران مهربان و همسالان عزیزمان تعلیم و تربیت گرفته ایستادیم. من در آینده مکتب را با بهای خوب و اعلی ختم نموده به این وطن بزرگ از صدق دل خدمت خواهم کرد. با پیشوای ملت معلومات دادند که مکتب اینترنت پورا از حساب بودجه دولتی مبلغ گذاری شده، در آن تمام شرایط‌های ضروری برای تحصیل، استقامت و تربیت کودکان و نورسان یتیم و بی‌پرستار فراهم آورده شده است. هنگام صحبت با کودکان پرزیدنت مملکت تاکید نمودند که غمخواری با یتیمان و بی‌پرستاران از مهمترین سمت‌های سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود و دولت برای بهتر کردن شرایط زیست و زندگانی، تعلیم و تربیت و به کمال رساندن این طبقه نیازمند همه امکانات و واسطه‌ها را استفاده می‌نماید تا در جمهوری هیچ یک یتیم یا بی‌پرستار خود را یک و تنها حس نکند. برای این دولت همه شرایط و امکانات‌ها را دارد و در این سمت صاحبکاران و سخاوتمندان و در مجموع تمام ساکنان مملکت همراهی عمیق نشان می‌دهند که این باعث دستگیری است. ذکر کردند راهبر دولت وابسته به این از کودکان و نورسان یتیم دعوت به عمل آورده شد که از شرایط و امکانات‌های مساعد ثمرناک استفاده نموده خوانند، صاحب کسب شوند و در آینده زندگی مستقلانه خود را به طور مطلوب براهمانند. کودکان هم در نوبت خود از دستگیری‌های پیوسته دولت و حکومت مخصوصا توجه زیاد و غمخواری‌های دائمی پیشوای ملت اظهار خوشنودی نموده وعده دادند که مصلحت و مشورت و نصیحت‌های پدرانه راهبر دولت را سرمشق کار و زندگی قرار می‌دهند و برای در جمعیت شخصیت خود را ساختن و شناختن تلاش بیشتر می‌نمایند.